بابا وطن امروز با اسلام یکیه. اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستند، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه. جوان انقلابی مسلمان باید بدون میهن او و دین او محتاج به دفاع او. تمدن ایرانی که روزگاری در قله تمدن بشری قرار داشته، از قدیم، از قبل از اسلام حتی، با دین همراه بوده. مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات. علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟ ما باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه مجبور باشه فارسی یاد بگیره. فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. ایران قوی و سرافراز، این شد شعار. ایران قوی است که میتونه از خودش دفاع کنه، میتونه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی. اسم تسلیم مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.